سلام به همه شما دوستداران پیشرفت شخصی. امروز میخوام داستان زندگی استیو جابز و سختی‌هایی که اون رو به یه آدم بی‌نظیر و موفق تبدیل کرد براتون تعریف کنم. اول از همه میدونستین که جابز فرزند خونده بود؟ رها شدن توسط پدر و مادر واقعیش یه زخم عمیق توی قلبش گذاشت. یه حس طرد شدن. اما همین سختی باعث شد که همیشه دنبال هویت خودش بگرده و خودش رو ثابت کنه. همین انگیزه قوی باعث شد که محصولات فوق‌العاده و بی‌نظیر رو خلق کنه، مثل چیزهایی که امروز از اپل می‌بینیم. حالا بریم سراغ سالی که اخراج شد. استیو جابز از شرکتی که خودش ساخته بود اخراج شد. برای خیلیا این پایان راه بود، اما نه برای جابز. اونی شکست رو به یه درس تبدیل کرد، روی خلاقیت تمرکز کرد و تیم‌های قوی تری ساخت. یه وقتی که شرکت نکست رو تأسیس کرد و پیکسار رو خرید. این تجربه دردناک بهش یاد داد که چطور یه رهبر بهتر باشه. وقتی در سال 1997 به اپل برگشت، از این درس‌ها استفاده کرد تا شرکت رو از ورشکستگی نجات بده و به یه غول فناوری تبدیلش کنه. و در نهایت سالهای آخر عمرش جابز با سرطان لوزالمعده مبارزه کرد. این مبارزه فقط بدنش رو ضعیف نکرد، بلکه بهش یادآوری کرد که چقدر زندگی کوتاهه. این باعث شد که روی پروژه‌های تاثیرگذار تمرکز کنه، مثل آیفون و آیپد. سخنرانی معروفش در دانشگاه استنفورد در سال 2005 رو یادتونه؟ اون گفت فکر کردن به مرگ بهترین راه برای فهمیدن چیزهای واقعا مهمه. خب، از سختی‌های استیو جابز چی یاد میگیریم؟ درسته که دردناک بودن، اما باعث رشد و موفقیت‌های باور نکردنی هم شدن. سختیاتون رو بپذیرید، ازشون درس بگیرید و بذارید که شما رو به جلو ببرن. تا ویدیو بعدی همیشه در حال تلاش و پیشرفت باشید.